کجا پترشه کدام پتر؟ پترشه پتر نام چیه؟ فارسی بهش میگم چمن. میگن چمن ولی اینجا چمن نیست پیش ما پتره پتر قیمتش 100 تومن 130 تومن حالا قیمتش اومده پایین 100 حالا شیرمایی بیار شیرمایی شیرمایی تو کجا شیرمایی لخت داره میگرده شیر قیمتش 300 تومن لامصب رو شاخه بله اینم کت زردم کت زردم اگه از 5 کیلو به بالا باشه کت سیاه‌دم حساب میکنه این مای خرای خر مایا دومش زده ولی کیلوش بالاتر که داره اینم چمن کوچکی مدل دیگه بله اینم سونامه این سونامه بچه بچه این سونام بهش میگیم سونام و اون رو واسه تو توضیح دادم ما خود آواز میکنیم ما کجا بودیم